به مجموعه ویدیوهای چت خوش آمدید. امروز ما در مورد کلسترول بالا صحبت خواهیم کرد. کلسترول مانند یک کمک کننده خاص در بدن ما است. این به سلولهای ما کمک می کند که کار خود را به درستی انجام دهند و ما را سالم نگه دارند. ولی بعضی اوقات ممکن است که ما بیش از حد کلسترول در خونمان داشته باشیم و این برای صحت ما مضر است. وقتی کلسترول زیاد در خون ما داشته باشیم، رسیدن خون به قلب و مغزمان سخت می شود و این می تواند منجر به مشکلات مانند بیماری قلبی و سکته شود. اما تشویش نکنید، با انتخاب رژیم غذایی درست می توانید از داشتن کلسترول بالا جلوگیری کنید. به عنوان مثال، آیا می دانستید که خوردن غذاهای پرچرب مانند غذاهای سرخ کرده و مسکه می تواند میزان کلسترول خون شما را بالا ببرد؟ به همین دلیل مهم است که غذاهای کم چرب و مقدار زیاد میوه استفاده کنید. فقط چیزی که ما میخوریم مهم نیست، بلکه میزان حرکت ما نیز مهم است. هر روز حداقل 30 دقیقه فعالیت بدنی و ورزشی داشته باشید. حفظ وزن سالم نیز مهم است. همچنین از نوشیدن الکل و از دخانیات جلوگیری کنید. بنابراین باید داشته باشید که داشتن کلسترول بالا می تواند برای ما مضر باشد، اما می توانیم با داشتن یک سبک زندگی درست از آن جلوگیری کنیم. رژیم غذایی سالم درست داشته باشیم، وزن مناسب داشته باشیم و سیگار کشیدن و نوشیدن الکل خودداری کنیم. تشکر از تماشای این ویدیو. همیشه سالم و صحتمند باشید.